تشکر آقای ریاسی. حرفایتان هم میشنیدیم، متاسفانه مشکل پیش آمده بود، امیدوار هستم که حل شده باشه. میشنویم، بفرمایید. در مورد پاکستان حالا سوال کلان ای است که چرا پاکستان؟ خب ما گفتم دو انگیزه داره. یک انگیزه همیشه که از طرف مردمای ملکی از اینکه صدر اعظم وزیر خارجه و اینا که مطرح میشه و گاهی این بیشتر مصارف سیاسی در جامعه بین المللی داره که اینا قسم وانبود میکنن و اسنادی را میکنن که ما با طالبان کاری نداریم یا سپورتر از اینا نیستیم یا سابق ما در حمایت نمیکردیم، دفاتری از اینا مراکز اینا در خاک ما نبود. خب یک چیزی هست که همو یعنی صفاکاری میگن در اصطلاح ایرانی افغانی که صفاکاری میکنن از این ناحیه است. ولی در اواخر نظامی های از اینا را لوید رئیسی از اینا شما شنیدم که از همین اظهار تشویش را کرده. این نمیشه که قسمی که آقا عابدی بعضی از بخشای سخنانشان ما شنیدم مکمل نفی کرد وجود تی تی پی را، رفت آمد تی تی پی را، عقب جبهه از ایرا که در کجا هستند. اینا با این چیزا از نگاه نظامی نیاز دارن و اینا هستن. اگر نباشن چرا این انفجارات میشه و این انتحار میشه و این مشکلاتی که دیروز از اسلام آباد به کابل سرازیر میشه امروز از طرف ایس به اون سو میرود. این چیزایی است که وجودی از این چیزها را انکار کرده نمیشه. استخبارات بعضی کشورهایی که رقیب پاکستان است در این منطقه فعال است و یک تئوری هم در غرب وجود داشت، سابقه بسیار سابقه داره، از 25 سال پیش اگه اشتباه نکنم تئوری وجود داره که چه قسمی پاکستان اینا خلی سلاح کنند، سلاح اتمی پاکستان اینا سلاح یک دولت اسلامی و از بم اتم اسلامی را مینامند، چون در زمان جنرال ضیاءالحق مرحومی سلاح جور شده بود. اصطلاحش هم است. دو احتمال از این هم است که نیروهای غربی استخبارات از اونها این نیروهای تی تی پی را یا دیگه طلبایی را که در خاک پاکستان فعالیت میکنن اینا را انگیزه بتن و یک جبهه در بعضی مناطق که مثلا امارات شاید نتونه کل از را کنترل کنه پایگاه داشته باشن، رفت آمد بکنن. مرزهای افغانستان هنوز باز است، هیچ سند وجود نداره، هیچ کنترل وجود نداره، کامرای وجود نداره، پیرادار وجود نداره. این سرحدات در طول تاریخ کل کشورهای دنیا کنترل کننده نیستن. این چیز امکانش هست، این کاری از این کردن نمیشه. دیگه مسئله انگیزه است در جنگ ها. امی طالب تی تی پی پاکستان که دیروز در خاک افغانستان می جنگید، ده ها سند، صدها زندانی از اینا وجود داره. امروز امی سوال از خود میکنه که ما دیروز به خاطر اسلام می جنگیدم، به خاطر یک امارت اسلامی، حکومت اسلامی می جنگیدم که امروز در افغانستان برقرار شده که حکومت اسلامی امارت اسلامی هم ظاهرش هم لنگی لباس و ایگپا و چیزایی که مظاهر اسلامی مثلا مستحبات در اسلام است چیزاست، چرا در پاکستان چیز نباشه؟ و پاکستان در طول تاریخش که تأسیس شده یک جامعه سکولار است، یک جامعه است که قوانینش قوانین وضعی است، یا میگن که همو ججش یا قوانین مدنیش قوانین انگلیسی است. هنوز این انگیزه وجود داره. این نیروهایی را که به اصطلاح خانم کلندر گفته بود که تو ما را در خانه خود میپرورانی، امید از این نداشته باش که فردا روز تنها همسایه تو را میگزه. این نیروها فعال هستند. 5 منطقه قبایلی که مومند و باجور و خیبر پختونخوا و اینا که در سابق بودن، این باعث یک مناطق بسیار بزرگ، یک جغرافیای بزرگ افتیده است که کنترل از این ممکن نیست. این نیروها وجود دارند. با همون احتمال از اینکه در همون گیم تغییر کرده باشه که دیروز از اسلام آباد به کابل بود، امروز از طرف کابل به اسلام آباد ادامه داشته باشه. ولی بخش از گپ‌های آقای عابدی را من تایید میکنم که پاکستان در حال انهیار است. نظام اقتصادی از او، نظام سیاسی از او، نظام اجتماعی از او، اما مکوناتی که جامعه پاکستان در طول 70-80 سال نگاه میکرد رو به فروپاشی میره و یک خطر بزرگ پاکستان را تهدید میکنه که یکی از جمله خطرها امی طالبان پاکستان هستند. پس آقای ریاسی شما نگرانی هایی که نخست وزیر موقت پاکستان میکنه ایره بجا میدارین یا اینکه بجا است؟ این در ذات خودی مسئله بجای است، ولی در خاک خودی پاکستان از بیشتره. چرا گفتم این مناطق که من یاد کردم تقریبا یعنی 2 ثلث خاک افغانستان و این مناطق 5 مناطق که من یاد کردم این مناطق از پاکستان یا طالباش میتونه که در مناطق خودشان مانور بکنن، زندگی کنن، مثل که در طول تاریخ کردن. در بعضی مناطقشان هم امروز اون از مردم مالیه میگیرن، از مردم باج میگیرن، مصارف خود از مردم خودشان میگیرن، دو جانم هستن. ولی از ایره که انکار کنند در خاک افغانستان نیستن، این به معنای انکار تاریخچه امارت اسلامی افغانستان است. چرا که امارت اسلامی افغانستان دیروز از پاکستان، از کویته، حتی از کراچی نیروهاش بود، پایگاهش بود به افغانستان میاد. به می انگیزه اسلامی مسلمانی و جهادی گپا امی انگیزه در طالب پاکستان است، حتی امی انگیزه در طالب افغانستان هم هست. کو طالب حداقل اگه سواد نداره عقل امیر داره که تحلیل میکنه که خب
دیروز ما اینجا به خاطر امارت اسلامی، به خاطر راندن استعمار، به خاطر نظام کفری جنگیدم. امروز چرا همو فحشا و فسادی که در افغانستان بود و امروز در پاکستان بیشتر، چرا به خاطر از اون جنگم؟ این یک واقعیتی است که از این کار کرده نمیشه. بسیار زیاد تشکر آقای عابدی. احتمال از این میره که خرابی بیشتر شو و پاکستان اگر معتقد به این گپ شو که میشنوین؟ بله میشنوم. اگر پاکستان به این گپ باور شو و پاکستان دستی بالایی داره، مرزهای افغانستان باز است، در فضای افغانستان هنوز هم طیارهای بی‌پیلوت امریکا از خاک پاکستان پرواز میکنه، پاکستان توان عملیات در خاک افغانستان هم داره، باز دیگه نظام طالبان میره و رو به فروپاشی، به مشکل، یک مشکلی کلان. به خاطر از اینکه تمامی جریان تاریخی امارت افغانستان از طرف پاکستان آمده، دفاترشان هم اونجا بود، شخصیتی از دارن میشناسن، سر از اینا تاثیر دارن. هنوز خانواده از اینا، خانواده رده اولش کلوی در پاکستان است، تجارت از اینا اونجاست. پاکستان هر کاری در رابطه با امارات کردن میتونه، ولی ما فکر نمیکنم پاکستان با او حد برسه. پاکستان شاید از به نوعی فشار بیاره که امارات وادار به این بسازه که امرایشان بیشتر همکاری کنن. ولی اگر این گیم بازی در سطح استخبارات انگلیس و امریکا و اینا باشه، باز این مسئله دوام میکنه، نه در اختیار پاکستان است، نه در اختیار امارات، نه در اختیار PTT. باز همو یک دوری باطلی که در طول 40-50 سال گذشته بوده همین ادامه پیدا میکنه و این بدبختی دیگه متاسفانه آینده تاریک و جنگ هاوی گپاست. سپاسگزارم آقای عابدی. جنبنده شما را میشنویم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. تشکر. امیدوار هستم که سیاستمدارای پاکستان متوجه ازی شوند که اگر در امور داخلی افغانستان مداخله بکنند، ما هم توانایی زیر داریم که مداخله بکنیم و وضع پاکستان قسم بسازیم که اینا دیگه نتونن کنترلش کنند. امید است که خوابها و خیالهای را در زمانی که حکومت‌های دست نشانده بود در افغانستان از سر خود دور کنند. تمامی همسایه‌های افغانستان بفهمند که با یک ملت روبروست که مصمم است، جنگ دیده است و کمر بستند که ملت خود به هر قیمتی که شود بسازند و وطن خود آباد کنند و در صلح و آرامی در منطقه زندگی بکنند. بسیار زیاد تشکر مهمانان عزیز، آقایان داوود عابدی رئیس شورای صلح ملت افغان و آقای دکتر میرویس غیاثی آگاه روابط بین الملل. از حضور هر دو مهمان بزرگوار سپاسگزارم. همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. تا سلام دیگر، شب روزتان بخیر.